به برنامه خبری رادیو زودی خوش اومدید. من شالو گلخوجی از دفتر مرکزی شما را همراهی میکنم. فهرست موضوع امروز 7 اکتبر از این قرار است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند که روزنامه‌نگار مستقل و فعال سیاسی توجیک فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکند. بحث منزل زیست در تاجیکستان بیش از پیش می‌افزاید و گاه در دادگاه هم حال خود را پیدا نمی‌کند. برای من کفایه است که یک سه خانگی از این اطرافی که زندگی میکنم از اینجا با من تامین کنم. از منبر مسجد به پایگاه اینترنت در تاجیکستان میخواهند امام خطیبان را در شبکه‌های اجتماعی فعال کنند. بعضی خادمان دیگه هستند که استفاده از چیزا را خوب نمیکنند. و شروع میکنیم از یک خبر فوری. دو خبرنگاری رادیوی آزادی روز 7 اکتبر در شهر دوشنبه به شعبه پلیس برده شدند. تهمین حکیم و افسانه اکابرشوی و شاهد حادثه بودند و آن را به نوار میگرفتند. فعلا هر دوی این نفر در شعبه پلیسند. تفصیلات بیشتری حادثه در دست نیست. افسانه اکابرشوی و خبرنگار و تهمین حکیم و نواربرداری رادیوی آزادی میباشند. 11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان ها میگویند در غیر صورت روزنامه‌نگار مستقل و فعال سیاسی تاجیک را در وطن خطر شکنجه و بدرفتاری تهدید میکند. در اظهارات این سازمان ها آمده است حکومت تاجیکستان به طور معمول با استفاده از اتهامات با انگیزه های سیاسی در بیرون از مرزها مخالفان خود را تهدید و بازداشت میکند. ما از نام سازمان حامی حقوق با نام وسنا به تقاضای دیگر سازمان‌های حامی حقوق همراه شده از مقامات بلاروس طلب می‌کنیم اودینایف را استرداد نکنند، زیرا در تاجیکستان او شاید به خاطر فعالیت قانونی اپوزیسیونیش مورد شکنجه و اذیت قرار گیرد. فرهاد اودینایف روز 25 سپتامبر در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. مقامات تاجیکستان قبلا اودینایف را به اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ فعالیت افراطگرایی متهم کرده بودند. بازداشت فرهاد اودینایف در بلاروس در حالی است که سال گذشته با تلاش‌های حامیان حقوق فوتبالباز سابق تیم خیر وحدت پرویز تورسونوف بعد بازداشت چند ماهه در بلاروس رها شد. تورسونوف را در تاجیکستان به افراطگرایی متهم می‌کردند. مقامات جمهوری بلاروس او را آزاد کرده به اوکراین بازپس فرستادند. ضمناً آخر هفته گذشته نوار مصطفی حیاتوف یک عضو گروه 24 از دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. او روز 25 سپتامبر از پولشا به تاجیکستان اخراج گشت. قبل از این حیاتوف 11 روز در یک باشگاه پناهندگان در پولشا گرسنه‌نشینی کرد تا اینکه به تاجیکستان استرداد نشود. اما مصطفی حیاتوف در پیام ویدیویی خود که بیش از 2 دقیقه است میگوید او را در تاجیکستان عفو کردند و حالا آزاد می باشد. معلوم نیست نوار در چه شرایط ثبت شده است. مخالفان بر اینند که چنین نوارها زیر نظر مقامات تهیه می گردند. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. بحث منزل زیست در تاجیکستان بیش از پیش می‌افزاید. گاه این بحث‌ها در دادگاه هم حل خود را پیدا نمی‌کند و ساکنان آواره و سرگردان در کوچه می‌مانند. هر روز دست کم یک نفر به رادیو آزادی محض با همین مشکل مراجعت می‌کند و فعلا 10 نسخه عریضه شهروندان در دست همکاران ما موجود است. سرویناز روح الله و امرالدین اولیموف در مثال چند چنین دعواها این موضوع را تحقیق نمودند. بحث منزل زیست در تاجیکستان از موضوعهای داغ است و هر روز دادگاه‌های تاجیکستان ده‌ها پرونده مربوط به منزل را بررسی می‌کنند. اگر بحث بر سر منزل زیست در گذشته میان خویشاوندان و کارخانه و اشخاص علاهیده سر می‌زد، حالا تخریب بینای منزل‌های زیست برای ساختمان بیناهای بلندآشانه که بر اساس نقشه کل شهر دوشنبه یا گیم پلان صورت می‌گیرد، این بحث‌ها را در دادگاه‌های پایتخت به مراتب بیشتر کرده است. مسعود صابیروف ساکن کوچه میرزا ترسونزاده پایتخت را در حالت خطرناک قرار گرفتن دیواری حولیش که میتواند هر لحظه فرو رود نگران کرده است. میگوید مقامات به سازش و رضایت و پرداخت جبرانی برابر تلاش ویران کردن منزلش را دارند. در جای خانه او شرکت غیور سیمنت باید مکتب سازد. طبق شناسنامه تکنیکی خانه 4 خانه هم از 4 حجره عبارت است. همش قانونی است. برای من کفایه است که یک سه خانگی از این اطرافی که زندگی میکنم از اینجا
ба ман таъмин кунанд, биён хонаро бигиранд. як пажӯҳиши тозаи маркази мустақили ҳимояи ҳуқуқи инсон нишон додааст ки дар бештари маврид додгоҳҳо қарори худро ҳангоми баррасии парвандаҳои марбут ба манзил ё кӯчонидани маҷбурии сокинон ба фоидаи давлат содир карданд. айни ҳол масалан бо пункти рақами 2 ҳатман қайд карда мешавад ки то ҳуқуқи шаҳрванд риоя нагардад, сохтмончӣ ё ин ки пудратчӣ ҳуқуқ надорад манзила бартараф кунад. тахриби манзили сокинон барои бунёди биноҳои баландошёна дар пойтахт аз сӯи ширкату мақомоти маҳаллӣ дар ҳолест ки бархеи дигар мегӯянд ҳатто афроди алоҳида талоши аз худ кардани манзили зисти онҳоро доранд. омадан айнуми рустам ино омадан гуфтан ки моро ма намояндаи ҳамон чизем мо омадем ки ҳаминҷара рухсати ҳамон кас кардем чапа мегирем инҷара. ман омадам ки ин ки занак уже чиз шудаи касалиш қабидааст. بعد من در خونه در کنی که من برای زنک خیستم بالی سر رفتم. اومدم که اوجه آشخانه اینجا چپاگریان. چیز نمیکنه. با گذشت یک سال هنوز بحث منزل میانی بابا کلانوف و همسایه‌اش در دادگاه حل نشده است. مثل بحث این همصحبتی ما دادگاه‌های کشور نه همیشه بحث‌های منزل را به فایده ساکنان حل میکنند و آنها ناچار در رسانه‌ها را میکوبند. هر روز دستی کم بر رادیوی آزادی یک نفر با مشکل بحث منزل می آید و هنوز دسته نامه ها را اینجا می گذارد. از جمله دادخواهی عمر علی سعیدوف ساکن شهر دوشنبه که 13 سال باز بحث منزل دارد و از همسر برادرش ادعا دارد که منزل را باز پس گرداند. یک نمونه دیگر هم بحث یک ساکن پایتخت با نام عبادالله است که دعواش با کارخانه نساجی تاجیکستان در دادگاه بررسی می شود و این ساکن میگوید که خانه را بر اساس شرطنامه گرفته بود و حالا بر اساس یک قرار دادگاه از منزل بیرون شده است. همچنین میان این همه شکایت ها منزلی که همچون میراث کودکان است دیده می شود. تشکر از همکارانمان سروینوزی روح‌الله و امردین اولموف. خاطر نشان میکنم که شکل کامل این گزارش در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دسترس است. روز 6 اکتبر وزارت امور داخلی ایران خبر داد که در اعتراضهای دسته‌جمعی یک هفته اخیر کمش 104 کس کشته شدند. سخنگوی وزارت سعد معن اضافه کرد که در اعتراضهای خشونتبار بیش از 1200 افسر امنیتی جراحت برداشتند. به قول نام برده اسنای مقاومت به اعتراضگران 8 افسر امنیتی به هلاکت رسیده، 51 بینای حکومتی و 8 قرارگاه حزب‌های سیاسی آتش زده شدند. اعتراضها 1 اکتبر با تشبث عراقی‌های جوان آغاز یافت. گردآمدگان جای کار، بهبود خدمات دولتی و مبارزه با فساد در این کشور سرشاری از ذخیره‌های نفت را در میان گذاشتند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. چرا در سالهای 90 در تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد و چگونه پس از 5 سال جنگ صلح به دست آمد؟ خوانندگان مکتب‌های میانه در تاجیکستان اکنون به این سوال از کتاب درسی تاریخ خود میتوانند معلومات بگیرند، اما چگونه؟ مورخانی که با محتوای کتاب درسی تاریخ مکتب‌های میانه آشنا شدند میگویند تاریخ سالهای 90 در این کتاب یک جانبه بررسی شده است. همکارم عبدالله اشوروف با محتوای این کتاب آشنا شد و با دانشمندان تاریخ آن را در میان گذاشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که کتاب تاریخ که خوانندگان در مکتب‌های تاجیکستان از روی آن درس میخوانند چی نکاتی دارد که بحث برانگیز شد؟ سلام شهلا. تفسیر تاریخ نوترین تاجیکستان با کتاب‌های تعلیمی مکتب‌های میانه به تازگی را یافت. تا کنون کتاب‌های درسی فنی تاریخ تا سال 1990 خاتمه می‌یافت و تاریخ نگاران اکثرا میگفتند برای ارزیابی منصفانه تاریخ نوین گذشته سالها ضرور است. مؤلفان کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک برای صنف‌های 11 راحت نبی و فایزی ذکریوف برای مثال در شرح سبب‌های آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان نوشتند در جمهوری سال تا سال به نام مادران ملت، پدران ملت راه ارتجاعی را پیش گرفته زیر شعار برای فرهنگ اجدادی تمایل ایران پرستی و ملتگرایی را اوج گرانده پایه‌های ساختار سیاسی جمهوری را طرف سست می‌گرداندند. پاشخوری اتحاد شوروی، شکست حزب کمونیست و حزب‌های نو، تأسیس حزب اسلامی و دموکراتی را نیز مؤلفان از عاملان سر زدن جنگ شهروندی تاجیکستان نام بر کردند. خب عبدالله، ارادی مورخان از این کتاب در چیست؟
شهلا لقمان بویماتوف مورخ تاجیک که با متن این کتاب آشنا شد میگوید تاریخ نوین تاجیکستان در این کتاب بی‌غرضانه تصویر نشده است و جا جا مؤلفان به خود اجازه دادند که گروه و حزب و حرکت‌های علاهیده را در بوقوع پیوستن این و یا آن حادثه گناهکار سازند، حالان که به گفته بویماتوف تاریخ نگار قاضی نیست، از عیبدار کردن اشخاص و یا حزب و گروه ها باید بپرهیزد و تنها با بیان فکت و دلیل ها روشن کردن روندهای تاریخی و نتیجه های آن اکتفا کند. در همین حال مسئولان وزارت علم و معارف تاجیکستان میگویند قبل از آن که این کتاب درسی به دست چاپ سپرده شود در پژوهشگاه ها محاکمه می شود و با نظرداشت فکر و اندیشه های عالمان تهیه شده است. با این وجود مسئولان این وزارت میگویند منقدان می توانند اندیشه های خود را در شکل خطی به عنوان وزارت ارسال کنند و اگر ایرادهای آنها از جانب دانشمندان دیگر پذیرفته شد در نشرهای منبعه کتاب آن می تواند وارد کرده شود. فهموش تشکر عبدالله برای صحبت. مقامات انتظامی تاجیکستان چند سال به این طرف پیوسته تاکید میکنند که اینترنت همچون وسیله جلب جوانان به گروه‌های تروریستی و افراطی استفاده می شود. تا به حال به حساب مقامات اکثریت گمراه شده های تاجیک محض با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به افراطی ها پیوستند، در حالی که این گروه‌های خطرزا به طور فراوان از امکانات تور جهانی کار میبرند. روحانیان تاجیک حتی صحیفه خود را در شبکه‌های اجتماعی ندارند. برای تغییر وضعیت یک سازمان غربی و کمیته دین دست به کار شدند. گزارشی نسای شیوری را در این باره با هم میبینیم. برای امام خطیبان مساجد تاجیکستان از خود کردن روندهای معاصر آسان نیست. بیشتر آنها میگویند بنابر سالخوردگی از تلفن‌های ساده موبیلی استفاده میکنند و کاربری در اینترنت را بیشتر به یاوران جوانشان واگذار میکنند. برخی از روحانیان خبر ندارند که در شبکه‌های اجتماعی بحث دین و مذهب زیاد است. حالا آنکه شبکه‌های اجتماعی امکان میدهد پیام آنها به مردم بیشتری برسد. شاید بعضی آنها از جهت مشغولیت زیاد داشتند، بعضی ها شاید طریق نوشتن کتاب یا که دیگر راه‌های تبلیغی که تا این زمان عادت کردن و این چیز یک بگیم واسطه‌های نو هستند. شاید از روی بعضی خادمان دین هستند که استفاده این چیزا را خوب نمی‌کنند. تجربه آموزی شبکه‌های اجتماعی یک روزه است. تشبثکاران طرح میگویند در این مدت همه نازکی‌ها را بر روحانیان فهماندن امکان ندارد. اما مهم این است که امام خطیبان با فضای شبکه‌های اجتماعی آگاه باشند و با کاربران مکالمه راه اندازی کنند. ما با آنها طرز سنجشی به تفصیل دلیل ها را می آموزانیم. همزمان نشان می دهیم که در کدام پیام رسان ها کدام گروهی جوانان هستند و به سوال ها آنها چگونه جواب دادن لازم است. ما اینچنین درباره طرز صحبت با کسانی که احتمالاً افراطگرا شده اند معلومات می دهیم. وظیفه امام خطیبان مقاومت به ترغیبات افراطگرایی نخواهد بود. کارشناسان میگویند از یک طرف آنها با هزارها واعظان افراطگرا امکان رقابت را ندارند، از سوی دیگر سطح دانششان بیرون از موضوعهای اسلامی برای راه اندازی بحث ها در شبکه‌های اجتماعی کافی نیست. من فکر نمی کنم که آموزش های یک و یا دو روزه چنین ملکه را در روحانیان رشد بدهد، زیرا میزان دانشمندی آنها تا اندازه کلاسیکی است و آنها از روی جهانبینی و اقتداری که دارند نمی توانند در شبکه‌های اجتماعی فعال باشند. با توجه به این در گمان است که در آینده نزدیک آنها مواد را به تب برسانند که در شبکه‌های اجتماعی طلبگار زیاد داشته باشد. کمیته دینی تاجیکستان و انستیتوت انعکاس جنگ و صلح بریتانیا که از سازمان دهندگان درس‌های آموزشی هستند میگویند حتی اگر روحانیان صحیفه‌های خود را باز کرده و بعضاً موعظه‌هایشان را نشر نمایند دستاورد خوبی خواهد بود. طبق نقشه سال آینده در تاجیکستان به امام خطیبان طرز استفاده تلفن‌های هوشمند و دیگر فناوری‌های معاصر آموزانیده می شود. مومن احمدی گزارش میداد. ضمناً گزارش مذکور در اساس ثبت نوارهای پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. ببینندگان عزیز رسیدیم به پایان برنامه. نشر برنامه فردا تقدیمتان میگردد. اون وقت از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نسازید. ساعت 7 با وقت پراگ. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.